امروز روز سلام، روز رحمت، روز گشایش برای دو ملت بزرگ افغانستان و ایران. 225 کیلومتر در برنامه قرار داشت که ما 140 کیلومتر اون رو بر عهده داشتیم که امروز به حمدالله با فرمان شما بزرگواران به افتتاح میرسه و 85 کیلومتر باقی مانده رو امیدوار هستیم که انشالله با همکاری متفاوت‌تری که بتوانیم انجام بدیم در راستای تکمیل این پروژه اون هم به اجرا گذاشته بشه و ما بتوانیم از اتصال کامل این خط بهره مند بشیم. از راه گذاشتن آهن بر روی خاک و سنگ سرنوشت هر دو کشور با هم بسته کردیم و اساس همکاری آینده را گذاشتیم. تبریک میگم، موفقیت هر دو ملت و هر دو دولت خواهان هستیم.